من بر لبان و دستان جناب پزشکیان بوسه میزنم. آقا من به عنوان یه مالیات دهنده ایرانی راضی نیستم یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشه بره برای لس آنجلسی های پوفیوز خرج بشه. جمع‌آوری نقشه‌های خلیج فارس از موضع لوور فرمایید دیگه آقای نماینده که عقبت به ما کردید به نماینده عزیز کردید بفرمایید صدری همت به کنار. الرحمن الرحیم. همسرم همکار عزیزمون جناب آقای لاهوتی توجه بفرمایند. بعد موقع بیاد همسرتون افتاد. ما 1 سال و نیمه خون تو دلمونه برای غزه. اجازه بدید. نه اجازه بدید. آقای نوبت یه لحظه